اولکان باتابکووا تاجر قرغیزستانی 4 سال است که از ولایت اوش به بازار سامانیان ناحیه لخش خوراکواری می‌آورد و از اینجا به زادگاهش اشیای روزگار می‌برد و می‌فروشد. از آنجا هر هفته چکه و جرغات می‌آورم و از اینجا ظرف‌های آلومینی روزگارداری را به آنجا می‌برم. سودا خوب است زیرا محصولات‌ها هم ارزان و هم صفتش عالی. در این بازار که بیشتر همچون بازار نزدی مرزی شناخته می شود، بیش از نصف فروشندگان را صاحبکاران قرغیز تشکیل می کنند و از آنجا با نرخ‌های نسبتاً ارزان لباسواری، تخمی و چاروا می آورند. از تاجیکستان با دست خالی نمی روند و از اینجا اساساً میوه و سبزیجات و اشیاهای روزگار را می برند. نمایندگان سازمان‌هایی که برای نزدیک کردن مردم دو طرفی مرز فعالیت می‌کنند، نقش این بازار را در تحکیم مناسبت‌ها مهم می‌شمارند. وقتی که ما بخوری گذاریدیم در این بخوری 259 نفر از طرف تاجیکستان شروع کردن و 186 نفر از طرف قرغیزستان شروع کردن. بین خود 156 شرطنامه شرطی بستند. وارد شدن قرغیزستان به اتحادیه یگانه گمرکی تبادل مال و سودای صاحبکاران را مرکب‌تر کرد. زیرا به گفته آنها تاجران مجبورند پول بیشتر سپارند و رسمیات بیشتر را بگذرند. در گمرک مشکلی های زیاد پیدا می شود بخصوص از جانب تاجیکستان، ولی با این وجود ما از بحر سودا برآمده نمی توانیم. برای همین می خواستم که کمتر ساده تر می شد. باز هنگام وارد شدن ترانسپورت تاجیکستان به قرغیزستان ما مبلغ معین میسپاریم و برای ما رسید میترسم میتونم و اونا هم همچنین وقتی وارد میشن. بازار در 20 کیلومتری مرز قرغیزستان قرار دارد و کلانترین بازار منطقه به حساب می رود که نه فقط ساکنان ناحیه‌های هممرز بلکه از منطقه رشت نیز برای خرید می آیند. گردش مال در این بازار میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد، ولی بازار مقام رسمی بازار بین مرزی را ندارد. به گفته کارشناسان ساحت، در صورت عملی شدن این طرح تاجران از پرداخت گمرکی و تا اندازه از پرداخت انداز آزاد می شوند، ولی از روی تجربه به بودجه کشور فایده کم می آورد. داده گرفته نزد سرحدی اگر باشد برای پس کردن شدیدیت اجتماعی خود مردم بسیار مهم است. البته در ابتدا ممکن که در بودجه دولت یک مقدار پول کمی کند یعنی نرود، یکی در آینده اگر با مدت 5-10 سال نظر افکنیم این در یک مدت کوتاه یک پولی بگیم یک پولی معین یا پولی غنی را با بودجه دولت داخل میکند. پیش از همه خود صاحب کار میشن خود شهروندان تاجیکستانی. صاحبکاران قرغیز میخواهند بازار مقام نزد مرزی بگیرد و تجارت بین دو طرف باز هم گسترش یابد. طلبی که برای اجرا کردن آن سندهای زیاد و رسمیات زیاد در سطح بالا لازم است.